میخواهم که پدر من مثال در مرتبه بلند باشد، وظیفه نفس داشته باشد، برای که ممکن در وقتی که پدر من خرد بود ممکن آرزوی هوسی وظیفه بلند داشتن رو که داشته باشد، مثال امروز به مقصدش که رسد، در آینده ممکن من در خارجه تحصیل میکردم. نه، من نمیخوام که پدرم منصبدار باشه. میخوام که پدرم شخصی عادی باشه، پدرم چیزی که هست همون باشه. و پدر خود رو دوست می‌دارم. میخوام که پدرم منصبدار باشه، وظیفه‌دار باشه، لیکن وای ما را پرتافتگی نگاه نمیکنه. هر یک شخص میخواد که مثلا پدرش منصبدار یعنی که وظیفه‌دار باشه. اگر میشه مثلا ما روز پیاده نمیگشتیم مثل سرای دیگر آدم‌ها با ماشین شخصی خود میگشتیم. معاون یکمی همین دستگاه اجرایی باشه آقا مثال دقیقه بگیرید. میخوایم خیلی وزیر تندرستی هم سازه کنیم، مثال برای خلق با خدمتی بیشتر میکنه، مثال چه موز وظیفه با پیشترک وزیر تندرستی هم باشه و خدمت‌های دیگر هم میکنه. بعد ما هم پشتی خیلی پدر نشده فخر میکنیم. الکی پدر من در سن سال بالایه الکی منصب دارن. من به معقول است منصبشون، من نمیخوام از این باز بالاتر شوم. خودی منصبشون به من معقول است.